غلبه نورسان 16 ساله تاجیکستان مبارک باشد. ما در یک جایگی میتوانیم البته فوتبال کشوری عزیزمون رو به پیش بریم و البته امروز ما بار دیگر شاهد آن شدیم که باز یک دسته دیگر از کشوری ما نورسان 16 ساله با چمپیونات آسیا 2018 رو خط گرفتند. البته ما آرزو داریم که تیم منتخب فوتبال تاجیکستان نیز بر چمپیونات آسیا 2019 رو خط بگیرد و این است آرزوی دیگری مخلصان فوتبال تاجیک. و این گلی که در اجرای اسرائیل خالف زده شد فکر میکنم گل غلبه آور و حل کننده برای نورسان 16 ساله تاجیکستان بود و البته همه بازیگران بهترین هستند در میدان، ولی گل زده اسرائیل خالف من فکر میکنم بهترین از بهترین ها بود در دیداری امروزه که غلبه دسته نورسان ما را تامین کرد. حالا من از کارگردان خواهش میکنم که اون کاری که در میدان فوتبالبازان نورسان 16 ساله نشان میدن با ما نشان بدین، چون که خیلی هم عالی است و اونها مربی خود را استقبال میکنند در مرکز میدان و با پرچم جمهوری تاجیکستان استقبال میکنند این موفقیت رو. و پس از چند لحظه دوستان ارجمند همچنین ما امکان داریم و همکاران ما امکان دارند که با سرمربی دسته نورسان 16 ساله تاجیکستان زینالدین رحیموف با سرمربی دسته نورسان 16 ساله عمان یعقوب سعود سیف الصباحی صحبتی انجام بدهند. حالا ما با شما خیر خوش نمیکنیم چون که گفتنی ها هم زیاد هستند در مورد موفقیت دسته نورسان 16 ساله تاجیکستان و بیشتری اکثری بازیگرانی که در هیئت دسته نورسان 16 ساله تاجیکستان بازی میکنند فوتبالبازان با تجربه هستند که در دسته لوکوموتیو پامیری دوشنبه بازی میکنند. همچنین اونها بیشتری اونها در هیئت جوانان دسته برقچی شهر دوشنبه دروازه‌بان تیم نورسان 16 ساله تاجیکستان دروازه‌بان اساسی از دسته خوجند شهر خوجند و همچنین بازیگران دیگر از اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اینها یک تیم هستند، یک هیئت مکمل هستند که توانستند راحتی دسته ما را با چمپیونات آسیا 2018 تامین بکنند و شادی و نثار مخلصان و فوتبالبازان در میدان بیشتر است. شهرام نظرف را میبینیم که با پرچم جمهوری تاجیکستان در میدان این پیروزی دسته خویش را استقبال میکند و همچنین دیگر فوتبالبازانی که برای موفقیت دسته ما سهم داشتند زینالدین رحیموف را میبینیم که این حال آمادگی میگیرد و دوستان عزیز این حال همکاران ما علاوالدین بوریف و علی شریف آمادگی دارند برای صحبت انجام دادن با سرمربی دسته نورسان 16 ساله تاجیکستان زینالدین رحیموف که حالا یک صحبتی خیلی هم آشکارا انجام داده می شود و ما باشد گزارش خود را انجام میدیم دوستان عزیز از ورزشگاه مرکزی شهر ایسار و باور دارم که با این پیروزی شما خوش شدید و بار دیگر شب شما با خیر و شادی باشد و این موفقیت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان موفقیت تمام مردم کشور عزیز ما است. موفقیت است که امروز البته تمام فوتبال تاجیک اون را استقبال میکنه. از کارگردان خواهش میکنم که اون حالت یک حال در مرکز میدان است و ما نشان بیان نه این علاقه به انجام رسید و ما حالت های تکرار رو این حال متوجه میشیم و همه فوتبالبازان نورسان 16 ساله تاجیکستان در میدان رقص زیبای تاجیکی را انجام میدن که خیلی هم خوب است چون که اونها ارزنده هستند، اونها موفق هستند و با نمایش دادن همین حالت های تکرار که فرصت های خوبی گلزنی بود برای نورسان 16 ساله ما برای ستاد مربیان هیئت فوتبالبازان فکر میکنم بی نهایت عالی بازی کردند در بازی حل طلب حساس و ما گزارش خود را به انجام میرسانیم و این حال همکاران ما آمادگی میگیرند برای صحبت انجام دادن با سرمربی نورسان 16 ساله تاجیکستان و این خوشنودی فوتبالبازان نورسان تاجیکستان با رهبری زینالدین رحیموف است و با شما بودم بابا خالمرادزاده که تمام این 90 دقیقه با یک احساسات بلند تیم نورسان 16 ساله تاجیکستان را مخلصی کردیم و ما شاید مخلصی ما و شما بود که دسته منتخب نورسان ما با غلبه دست یافت و باور داریم که روزهای دیگر نیز در تاجیکستان ایدی فوتبال خواهد بود، مخصوصا 27 سپتامبر که باشگاه بهترین تاجیکستان استقلال در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خود را برگزار میکند و همچنین ماه اکتبر بازی تیم منتخب فوتبال تاجیکستان با نپال برگزار میشد. با آرزوی موفقیت های
футболбозони навраси 16 сола бо орзуи рохати дастаи мунтахаби тоҷикистон ба ҷоми осиё 2019 бо орзуи иштироки дастаи истиқлол дар финали ҷоми конфедератсияи футболи осиё мо гузориши мустақими худро ба анҷом мерасонем. бори дигар хотиррасон мекунам ки ин муваффақияти ҳамаи мо шумо буд. пирӯзу сеҳатманд бошед дӯстони арҷуманд. ва ҳоло мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамкорамон аловиддин буриев ки айни ҳол як суҳбатеро анҷом медиҳанд бо зайниддин раҳимов. бо мо бошед. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دوستان گرامی، اینک ما دستای منتخب تاجیکستان را برای کل مردم تاجیکستان تبریک و مبارکباد میگیم. این غلبه بود که ما را در حیرت گذاشت و هم مربیان و همه در نزد من مربی دستای منتخب تاجیکستان زنجیر رحیموف ایستادن. زنجیر رحیموف فکر میکنم که از چشمتون اشک هم جاری شد. بازی اصول نبود، بیاد بازی قیم بود. ما میدونستیم که دستای امان تیمی سخته برای تبریک دادن. دینا که ما را سوال دادن، گفتن که چه شما چی نیت داریم. ما گفتم بعدی بازی بعد من این گپا میگم. همین چیزی که ما میرا اجداد نکنیم تیمی امان بیاد سخت غلبه کردیم. غلباتون مبارک باشد. با بچه‌ها چی گفتنی هست؟ بچه‌هایی که امروز قهرمانانه بازی کردن. البته همه بچه‌ها اما مهنت کردن. اما من اولش که رحمت میگم برای مخلصو که نگاه نکرده باید طوری که اومده به ما مخلصی کردن. خیلی رحمت کردم برای مخلصو. با فکر شما بازیگر از همه بهترین کی بود این بازی؟ بهترین انمی بازی بهترین بود. برای بازی بهترین بود. بازیگر چی؟ بازیگر ما همه بازیگرای ما همه بهترین. البته دوستان گرامی، ما هم فکر میکنیم که بازیگران تاجیکستان همه قهرمان هستند. و حالا اینجا یک نفر بازیگر کاپیتان دسته منتخب تاجیکستان امام علی را دعوت میکنیم. امام علی مبارک باشد این غلبه. رحمت. چی گفتنی هست درباره این بازی؟ ما در این بازی خیلی تیاری جدی دیده بودیم. طول 9 ماه شد که با این مسابقه تیاری صدفایزه می‌بینیم. از همین سبب ما با همراهی بچه‌ها تیاری دیده این بازی رو غلبه به دست آوردیم. بسیار امکانات‌های خوبی گلزنی بود. برای چی ما موفق نشدیم که چهار گل زنیم؟ از سبب اینه که دسته عمان هم خیلی دسته پرقوت بود. دروازه‌بانش خیلی پرقوت نیست بود. از همین سبب نتوانستیم که گل رو تیزتر بزنیم. خب به هر نحو شما کارت سرخ گرفتید در آخری بازی. این شما رو در هیجان گذاشت. البته نمیدونم از سبب کارت سرخ گرفتم. برای اون بود که با خیالم دیوم کارت زرد بود. از همین سبب کارت سرخ گرفتم. خب من فکر میکنم که بعد یک بازی شما با میدان میاد، ولی بازی رو پرزور کردن در کار است تا که در همون مالایزی هم که بازی ها برگزار میکردن ما شرایط تاجیکستان رو همین گونه حمایت کنیم. البته ما طول یک سال وقت داریم که برای با مالایزیا رفتن خیلی تیاری جدی بینیم. برای آنکه در آنجا بازی ها بسیارتر پرخوان میگذارن. باز هم دسترهای قوی‌تر به مانند ژاپن، استرالیا میتوانند که در گروه ما بگالتن و ما پرقوت‌تر بازی نموده غلبه آوریم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداریم. تشکر. این مخلصان را آگاهید. با مخلصان چی میگید؟ با مخلصان هزار مرتبه تشکر میگویم که اومدن ما رو همچون بازیگر 12 دستگیری نمودن و ما این غلبه خود را به هر مخلصان پیشکش نمودیم. سلامت باشید.